مردم زیاد است. میخوایم اینا را همه مواد ضد عفونی بزنیم و باشه که جلوگیری از مرض کرونا شود که شرکت‌های دیگه که تولیدی مواد انتیسپتیک دارن و شرکت‌هایی که میتونن این کار بکنن خدمتی است بر مردم ما هم تکان بدن یک کمی که به خاطر جلوگیری از شهرها را دکان‌ها را و جایی که مردم را در میکنن ضد عفونی بسازن تا به کمک هم بتانیم کرونا را از شهرتان شکست بدیم و پیروز باشیم انشاءالله. دی هم ما این کار را میکنیم. این دفعه آخر ما هم نخواهد بود تا اگرچه پیش از ما روزه این کار کردیم، بعد از ما پلان داریم که هفته پر ما این کار دوام بدیم و هر نقطه شهر که ما میفهمیم به نظر ما میخوره که شاید امکان شیوع کرونا در اونجا بیشتر باشه، ما در اونجا خود میرسانیم. تیم ما موجود هستند، اینا همیشه زحمت کشیدن، کوشش کردن و از این بعد هم انشالله به هر ساحه که باشه خود میرسانن و شهر از ضد عفونی میسازیم تا بشه که مردم ما صحتمند باشن و از این مرض خطرناک جلوگیری شده باشه. پیام شما برای دیگر تجارا و شرکت‌های تولیدی چی است؟ بسیار شرکت‌های تولیدی شرکت‌هایی هستند که اونا میتونن این امکانات دارن که ضد عفونی بسازن شهرها را، مارکت‌ها را، ولی شاید به دلایل مختلفی نتونستن این کار نکردن. ولی ما از تجارا سرمایه‌گذارا خواهش میکنم بیاین دست هم بدیم این مرض از وطن خود دور بسازیم. از کل تجارا خواهشمند هستم، از کل شرکت‌هایی که مواد انتیسپتیک و موادهای بهداشتی میسازن خواهشمند هستم تا بیاین این کار شروع بکنن، مواد خود بیرون بکشن، شهرها را ضد عفونی بکنن. از این که شرکت‌ها میوردارن بهتر از جان مردم ماست که جان مردم خود نجات بدین. بیای همه تان یک دفعه بخیزین، یک هفته 10 روز 15 روز در داخل شهرها موادهای ضد عفونی بزنین. انشالله که تا 15 روز 20 روز دیگه بعد از مواد ضد عفونی در شهر ما دیگه مرض نخواهد آمد، جلوگیری از این خواهد شد و انشالله که ما پیروز میشویم و دائم هم کار هستیم و بعد از این انشالله که کار میکنیم و از تمام تجارای خود خواهشمند هستم لطف کنین. همین روزای سخت است، همین روزایی است که امتحان شما و کلگی است که با مردم خود چی همکاری میکنین. بیاین لطفاً بخیزین یک دفعه با مردم خود یک دست همکاری بتین تا باشه که مرض مکمل از وطن خود دور کرده باشیم. این مرضی که کل مردم ما را به تشویش ها انداخته، این مرض بیایی که شکست بدیم همگی ما. خواهش میکنیم لطفاً همین نکات بهداشتی را در نظر بگیرن. تماما در تلویزیون ها و چینل ها برشان نشان داده می شود که چگونه طرز عمل خود داشته باشند با مردم، مثلا از دستکش و ماسک استفاده بکنن، همو ارتباطات خود یک کمک نگاه بکنن، خیلی نزدیک به هم نباشن، از تجمع زیاد پرهیز کنن. انشالله اگر یک ماه ما خوب بتانیم که همین قرنطینه سر خود جاری بسازیم تا یک ماه 20 روز این مرض کاملا گم می شود، بیایی که این مرض در شهرها تنها بگذاریم، از خانه تان نبرایید، در خانه تان باشین، نکات بهداشتی را مراعات کنین، بانیم که مرض در سرک ها و جاده ها تنها بانه تا خودش از بین بروه و مردم ما را صدمه نرسانه.